کارگر افغانستان پارت 3. خلاصه آقا جمعه رو میله، پنجشنبه هم پریده بود جمعه رو گرفته بود، جکی هم پریده بود خشته که شلوار کردی پنجشنبه رو گرفته بود. آقا مگه ول میکرد جکی؟ اینا هم جیغ و داد ناموستن گریه چکر میکنی گریه میکرد کومد. آقا ناموسم منم دلمو گرفتم مردم اخنده بیهوش شدم پر چشام اشک. آقا دیدم مهندس آموالی اومدن سری بابا این بدبختا رو کی فرستاد در قف کرد بروشون. آقا مهندس آموالی برن میبینن جکی رو به زور گرفتن ناموسن جکی رو بکش. من جکی ول میکرد. گفتم پنجشنبه کسخل پات بیا پایین که شلوارتو با جکی در بیاریم. این توی حالت گریه بدبخت پاهاش آورد پایین شلوارش در آوردن تو همین حالت که شلوار در آوردن جکی نپره شورتشو بگیره. آقا اینم اومد پایین دور اتاق و ناموسن با جکی آویزون تو کونش ناموسن داشت میدوید افغانیه جیغ میزد. جمعه خب فرار کرد کل کارخونه زد بیرون. پنجشنبه تو اتاق آموزن دور مهندس آمالی اینا هم بهش میگفتن با وایسا من میستاد. آقا ناموسن استرس گرفته بودش جکی مادر جنده ول نمیکرد چنگاش هم انداخته بود رو رونش ناموسن ول نمیکرد نمیتونست وایس شورتشو در بیاره خود کسکونش معلوم میشد نمیتونست بمونه. آقا ناموسن با یه بدبختی گرفتیم جکی رو به زور شورتش 8 دیگه. خلاصه من نباید بخندم خواهرم وقت گاییدم. خلاصه آقا ناموسن با یه بدبختی جداشون کردیم از جکی و اینا. جمعه رفت پیداش نشد جمعه رو اصلا نیدیم کلا رفت. پنجشنبه همون مهندس که بذار پولتو بده گفت نه من دیگه کلا ایران نمیخوام زندگی کنم. آقا ناموسن دوتاشون رفتن بدبختا. خاری خاطرات من گاییدم ناموسن مردم از خنده. خدای ما رو ببخش.